شما در آلمان 10 سال به یک شرکت بیمه پول میدین، ماهانه 10 سال و هیچ خدماتی هم دریافت نمی کنین، اما بیمه است پولتان رو میدین. بعد از 7 سال 8 سال 10 سال به مشکلی برمیخورین که باید به شما ارائه خدمات کنن، زنگ میزنین به دفتر اینا میرین، میگن به ما ربطی نداره، ایمیل بزنین. ایمیل میزنین 10 تا کس جواب شما نمیده. شماره تلفن اینا رو پیدا میکنین، زنگ میزنین، ساعت ها با ربات ها باید گپ بزنین و هیچ کس پاسخگو شما نیست. یک روز پول اینا رو دیرتر پرداخت کنین، 10 تا پست و نامه و جریمه میایه، فورا هم پول خور میگیرن هم جریمه میگیرن که چرا پول تو 2 روز دیرتر آمد. خب خانم شرمیلا این مشکل داره که شرکت بیمهش خدمات خوب برشان تحویل نمیده. خانم شرمیلا در آلمان شرکت‌های بیمه خیلی زیادی وجود داره که یکی نسبت به همدیگه بدتر و یکی نسبت به همدیگه هم بهتر هستش. راجع به شرکت‌های بیمه ما یک ویدیو ساختیم که داخل پروفایل ما هستش، میتونید اونجا مراجعه کنید و این ویدیو رو ببینید و اگر خواست شرکت بیمه‌تون رو چنج کنید با ما در تماس شوید، ما شرکت بیمه خوبی براتون پیدا می‌کنیم که خدمات خوب براتون ارائه کنه. این ویدیو رو بفرستید تا خانم شرمیلا هاشمی که مشکل بیمهش حل شه و اگر شما هم همین مشکل دارید میتونید با ما در تماس شوید. بهترین کارش هم است که برید داخل پروفایل ما، اونجا یک لینک هست، روی لینک کلیک کنید یا ترمین بگیرید و یا از طریق واتساپ با ما در تماس شوید.